الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از ویژگی هایی که شریعت اسلامی دارد این هست که نیازهای انسان را، موقعیت‌های متفاوتی رو که انسان دارد، همه رو الله متعال در تشریع احکام مد نظر قرار داده. حالتهای ضعف انسان، حالتهای بیماری، سفر، حالت فقر، حالت ثروتمندی و تمامی عوارضی که بر انسان میاد و احکام شریعت اسلامی مطابق با خواسته ها و نیازهای جسمانی و روحانی انسان هاست. یکی از این موارد این هست که انسان نیاز به استراحت دارد و از نظر شرعی هیچ انسانی اجازه ندارد که حتی در باب احکام شرعی غلو و افراط بکند. داستان چند نفری رو که اومدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم در منزل ایشان و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور نداشتند و از عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم از ام المؤمنین عایشه سوال کردند. بعد از این که ایشون اطلاع داد که عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم در داخل منزل به چه کیفیت هست، این افراد گمان کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت چندانی رو انجام نمیدند، یعنی عبادت یک عبادت عادی هست و این افراد با خودشون تعهد کردند. یکی گفت من تا زنده هستم شبها نمیخوابم، همیشه نماز تهجد میخوانم، روزهاش همه روزه میگیرم. یکی دیگری گفت که من اصلا ازدواج نمی کنم و تمام وقت زندگی خودم رو مشغول عبادت میشم و بقیه موارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که اومدند از این جریان اطلاع پیدا کردند، این رو محکوم کردند. رفتن بر بالای منبر و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من از همه شما بیشتر از الله متعال میترسم، متقی تر از همه شما هستم، اما هم روزه میگیرم و هم افطار میکنم، یعنی تعداد از روزه ها رو روزه میگیرم، بعضی از روزه ها رو افطار میکنم، غذا میخورم، روزه نمیگیرم و یک پاسی از شب نماز میخونم، پاسی دیگری رو میخوابم و ازدواج هم میکنم، یعنی مانند یک انسان عادی و که بر اساس فطرت و طبیعت بشری در کنار این مورد و با در نظر داشت اصل فطرت و سرشت اعمال شرعی و عبادت های شرعی رو هم انجام میدهد. یکی از مواردی که در شریعت اسلامی به عنوان احب الاعمال ذکر شده نزد الله متعال که الله متعال این عمل را بسیار میپسندد، نماز تهجد هست. نماز تهجد یعنی نمازی که بعد از خواب اول شب خونده می شود، یعنی اول شب وقتی که انسان نمی خوابد و بعد از این که دوباره بیدار می شود وقت سحر، نمازی رو که خونده می شود نماز تهجد گفته میشه. نماز تهجد یا نماز قیام شب یا نماز سحر، هر نمازی که اسمش رو بگذارید، منظور نمازی که در آخر شب در واقع خوانده می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که در صحیح بخاری هست بهترین نماز شب را برای ما معرفی کردند، بهترین کیفیت خواندن نماز شب را. ایشان می‌فرمایند که احب الصلاة الی الله صلاة داوود علیه السلام، بهترین نماز که یعنی نماز شب نماز حضرت داوود علیه السلام هست، پیامبر الهی حضرت داوود علیه السلام. بهترین روش برای خواندن نماز شب را رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز حضرت داوود علیه السلام معرفی کردند. احب الصلاة الی الله، بهترین و محبوبترین نماز نزد الله متعال. و قطعا منظور از این روایت یعنی در نمازهای نفلی هست، غیر از فرضی، وگرنه از میان تمام عبادت‌هایی که انجام می شود عبادت‌های فرضی نزد الله متعال محبوبتر هستند.
و نماز تهجدی که از نمازهای سنت هست، نمازهای واجب نیست، نمازهای فرض نیست. فرضها همیشه نزد الله متعال محبوبتر هستند. نماز فرض از نماز سنت محبوبتر هست. زکات فرض از زکات سنت یا زکات صدقه محبوبتر هست. همچنین حج فرض از حج نفلی محبوبتر هست. این یک قاعده هست که الله متعال مواردی رو که فرض قرار داده اونها نزد الله متعال محبوبتر هستند. اما اضافه بر این بهترین نماز کدوم هست؟ این چیزی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم در این روایت معرفی کردند که احب الصلاة الی الله صلاة داوود علیه السلام، که بهترین نماز نماز حضرت داوود علیه السلام هست. نماز داوود و عبادت شبانه و نماز تهجدی رو که ایشان می‌خواندند به چه کیفیت بوده؟ در این روایت اومده که کان ینام نصف اللیل. روش عبادت داوود علیه السلام این گونه بوده که ابتدا نصف شب را می‌خوابیده. ابتدا حضرت داوود علیه السلام نصف شب را، یعنی سر شب را، اول شب در واقع استراحت می‌کردند، نصف شب را می‌خواندند. و یقوم ثلثه، و یک سوم شب را قیام می‌کردند. یعنی بعد از این که نیمی از شب را می‌خوابیدند دوباره بلند می‌شدند، عبادت می‌کردند و وقت خودش را با قیام می‌گذراندند، نماز تهجد می‌خواندند و این مقداری رو که اختصاص داده بودند برای نماز شب یک سوم شب هست. نصف شب را می‌خوابیدند و یک سوم شب را بعداً عبادت می‌کردند و ینام سدسه، و یک ششمش را دوباره می‌خوابیدند. یعنی این که در ابتدای شب، الان این در واقع شما کل شب را به 6 قسمت تقسیم بکنید. کل شب را به 6 قسمت تقسیم بکنید. حضرت داوود علیه السلام روشش این بوده که نصف شب را در واقع می‌خواندند. از 6 قسمت نماز شب را وقتی که شما یعنی شب را به صورت کلی تقسیم بر 6 بکنید، ایشون در ابتدا نصف شب را می‌خواندند. یعنی این 3 قسمت را حضرت داوود علیه السلام می‌خوابیدند. و بعد از آن در روایت اومده و یقوم ثلثه، و یک سوم شب را نماز می‌خواندند. یعنی این یک سوم شب می‌شود. یک سوم شب می‌شود این که چون 6 را تقسیم بر 3 بکنیم یک سومش می‌شود 2. یعنی این قسمت رو حضرت داوود علیه السلام نماز می‌خواندند وقت نماز تهجد بود و یک پاس آخرش را یعنی یک ششم آخر شب را دوباره حضرت داوود علیه السلام استراحت می‌کردند. این بهترین روش هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما معرفی کرده که احب الصلاة الی الله، بهترین کیفیت نماز یا بهترین نمازی که غیر از نمازهای فرض هست و خوانده می شود، اون کیفیتی هست که حضرت داوود علیه السلام در واقع می خواندند. کیفیتش این بود که شب را به 6 قسمت تقسیم که می‌کردند، نصفش را می‌خوابیدند، استراحت می‌کردند اول شب، بلند می‌شدند، یک سومش را در واقع نماز می‌خواندند، مشغول عبادت شبانه بودند و یک قسمت آخرش را یعنی یک ششمش را دوباره در واقع استراحت می‌کردند. این بهترین روش برای انجام نماز شب هست. الان چرا این روش بهترین روش هست؟ این روش چرا بهترین روش هست؟ بدین خاطر که در این روش در واقع یعنی سهم بدن و استراحت بدن در نظر گرفته شده. عبادت بدین معنی نیست که انسان از تمام خواب و راحت و استراحت خودش بگذرد و بر خودش فشار وارد بکند به گونه‌ای که حق نفسش را هم در واقع ضایع بکند. از نظر شرعی الله بر شما حق دارد و خودتان هم بر خودتون حق دارید. این کیفیتی رو که حضرت داوود علیه السلام در پیش گرفته بودند و رسول الله صلی الله علیه وسلم تأیید کردند و عملا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم این گونه در واقع عبادت می‌کردند. عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم این گونه بود. بعد از این که شب استراحت می‌کردند بلند می‌شدند، نماز تهجد می‌خواندند تا وقت نماز فجر و بعد از این که در واقع سنت فجر را می‌خواندند بعد از اذان یک مقداری ایشون در واقع دراز می‌کشیدند و بنابر روایتی که در این زمینه آمده پیامبران چشمهایشون خواب می‌رود اما قلبشون در واقع خواب نمی‌رود، بیدار هستند. بدین معنی که وضو یعنی خواب برای پیامبران در واقع ناقض وضو شمرده نمی شود و روش رسول الله صلی الله علیه وسلم هم این گونه بوده. بدین خاطر این روش بهترین و محبوب ترین روش هست که در ابتدای شب یک پاسی را خوابیدن
یعنی نصف شب رو کاملا استراحت کردن. بعد از کارها و فعالیت‌های روزانه انسان نیاز به استراحت دارد، یک مقداری از شب رو استراحت بکند. بعد از این که یک مقداری رو استراحت کرد، بلند بشود به عبادت الله متعال مشغول بشود، این قسمت آخر شب. و یک سوم شب رو در واقع عبادت بکند. قبل از فجر یا اگر فرصت زیاد بود بعد از فجر یک مقداری دوباره استراحت بکند. قبل از این که از آن گفته بشود یک نیم ساعتی، ربع ساعتی، به اندازه‌ای که در واقع بدنش دوباره بتواند که در اون زمان استراحت بکند، شادابی خودش رو دوباره به دست بیاورد، یک مقداری استراحت بکند. و این روش بهترین روش هست، زیرا هم نماز شبی را که شما خوندید با نشاط خوندید. الان فرض بکنید یک فردی از ابتدای شب بیدار هست تا وقت سحر بلند می شود که نماز بخواند. خب قطعا اون کسی که اول شب رو استراحت کرده، نمازی که میخواند با آرامش بیشتری هست، بدنش در واقع استراحت کرده و به صورت بهتری میتواند که این عبادت رو انجام بدهد. و بعد از این که انسان بعد از عبادت شبانه و نماز سحر یک بخش دیگری را میخوابد و بعد از این دوباره یک استراحتی میکند، بدن اون در واقع فعالیتی رو که انجام داده و اون نشاطی رو که به خاطر نماز شب از دست داده، اون دوباره در واقع به دست می آورد. و زمانی که انسان برای نماز صبح در واقع برمیخیزد، میبینیم که با یک نشاطی دوباره از خواب برخاسته. و یکی از علتهاش این است که برای اخلاص هم این بهتر هست و این روش مفیدتر هست. زیرا وقتی که شما با نشاط خودتون بدون اینکه خمیازه بکشید، بدون اینکه چشماتون قرمز باشه و مشخص باشه که بیخوابی کشیدید، وقتی که یک قسمتی رو قبل از نماز شما استراحت کردید، برای همه یعنی این پوشیده هست، نمیدانند که شما در شب در واقع بیدار بودید یا اینکه نماز خوندید. حداقل این گمان به شما در واقع نمیرود، به خاطر اینکه شما با نشاط کامل مانند دیگران برخاستید و در نماز جماعت شرکت کردید. و بهترین عمل در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که فوالله لا یمل الله حتی تملوا، الله متعال خسته نمی‌شود. شما خودتون خسته نکنید، شما با آرامش کامل، با در نظر داشت این مواردی که در این حدیث اومده و احادیث دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم، با توجه به نیازهای جسمانی خودتان، موقعیت‌های جسمانی خودتان، الله متعال رو در واقع عبادت بکنید و بر خودتان فشاری رو وارد نکنید. الله متعال خسته نمی شود مگر آنکه شما خسته بشوید. این هر وقتی که شما با نشاط خودتون و با سرحالی مشغول عبادت بودید، مطمئن باشید که الله متعال عبادت شما را در واقع قبول می کند و میپذیرد. پس بنابراین شما باید با مداومت و با نشاط همیشه عبادت الله متعال را انجام بدهید. بدین خاطر هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند احب الاعمال الی الله ادومها. این گونه نباشد که یک شب شما از سر شب تا وقت سحر نماز بخوانید و به اندازه خسته باشید که نماز صبح هم از دستتون بره و شبهای دیگر هم دیگه توفیقی برای نماز شب رو نداشته باشید. بهتر این است که شما مداومت بکنید بر همون مقدار کمی که در واقع انجام میدهید. و این کیفیتی که حضرت داود علیه السلام داشتن بهترین کیفیت هست و راحت ترین کیفیت هست. امیدوار هستم که الله متعال به همه من و شما توفیق بدهد که الله متعال را آنگونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور دادند ان شاء الله عبادت بکنیم و الله متعال عبادات همه من و شما را به درگاه خودش بپذیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.